روز قیامت پله ترازوی کسانی سنگین می شود که در دنیا اخلاق زیبا داشته باشد، اخلاق رسولی، اخلاق محمدی علیه السلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن. هیچ چیز ثقیلتر در ترازوی میزان انسان مؤمن در روز قیامت از اخلاق نیکو نیست. خداوند بزرگ وقتی اخلاق نیکو یک مسلمان در پله ترازو روز قیامت میگذارد، سنگین میشه، سبحان الله، سنگین میشه و انسان نجات پیدا میکند. اخلاق نیکو سبب سنگینی ترازوی اعمال انسان است. انسان دو قسم زیبایی دارد. یکی زیبایی ظاهری انسان است، زیبایی فیزیکی جسمی که زیبایی شخصی برش میگیم. هر کسی را خدای متعال به هر چهره و قیافه آفریده. یکی زیبایی های شخصی نه، بلکه زیبایی های شخصیتی است. شخصیت زیبا، شخصیت زیبا کسانی دارند که اخلاق بسیار عالی و زیبا دارند.